سلام علیکم بچه‌ها، امروز اومدیم با یه آنباکسینگ باحال از سایت ECA.com. یه سری سفارش داشتم، گفتم بزنم بیاد بعد از 4 روز اومد. چقدر طول کشید وای، ولی الان دستمه و گفتم یه سری وسیله تو سفارش دادم، شاید برای شما هم باحال باشه و با هم آنباکسینگش کنیم دیگه. حالا انتخاب با خودتون، میتونید ویدیو رو ببینید، میتونید نگاه نکنید بعداً ببینید. چی فکر کردی با خودتون؟ آره خلاصه بزنید بریم ببینیم چی توشه. یه سری اسئله خیلی باحال برای خودم زدم، برای پروژه‌ای که تو آینده میخوام با هم درست کنیم نیاز میشه. یه سری قطعات ببینیم دیگه، نگم. آره بریم با هم میریم و نکته نیست. آهان لایک، سابسکرایب، شیر، فالو و همه اینا رو بزنید. کلا با کوله کلا با یه کوله بار پر بریم به ادامه ماجرا. آماده اید؟ 3 2 1. اول که بگم به خاطر نوبگری بنده این ویدیو ضبط نشد 2-3 بار و واش شد درش خیلی راحت. اما یه زده این صدا مثل این خارجی ها که آنباکس میکنن. چه حالی میده. بریم یه بار دیگه بعد از چندین بار تلاش موفق. آقا این مقاومت و خازن و جامپر سبز رنگ و همه SMDه. یکی این کلید وای فای به نوعی یه ریلی تک کانالی که به برد وای فای وصل میشه، هر جای دنیا با استفاده از نت کنترل میشه. اینه ورودی 220 ولت داره. این چیه اینا پیچاشن که آخر گیر کردن برای نصبش و خروجیش هم که 220 ولته. اما این مورد بذار وازش بکنم. تستر سرو گزینه اول که خب با تغییر این تغییر میکنه. البته ببین بینش که میذاری ریپ میزنه، نمیدونم چرا اینطوری آخراش، ولی نه کامل هم نمیچرخونه. سرور رو یه ذره جا داره از حالا نمیدونم مشکل سرور منه یا اون. کلیدو میزنی این حالته، نمیدونم چیه، تکون میدم نمیشه. حالت سر آخری هم که خودکار چپ و راست میکنم. حالا ببینید. اما اینا سفارش از محمده. آقا این ماژول میکروفونه. بعد از اون 2 تا برد کراسوور دوباره برای حاج محمد. توش بستم دارن. ای والله خیلی قشنگ طراحی شده انصافا. اینم از این. اینجا کلید پوش باتن و سرولومی. انواع رنگ بندی های جامپر رو این جانب سفارش دادم، همراه رگولاتورهای سویچینگ و سلفاشون. قشنگی کار به اینجا ساچی. انواع رنگای پین هدر حال میکنه باش. چه پروژه خفنی براتون درست کنم. و اینجا چی داریم؟ ماژول رطوبت سنج و بارون سنج. این برای آب میکرو، یعنی USB و قرمز رنگ اینه که ستش تکمیل بشه. رنگ بندی ها رو دارید انصافا. اینجا رو ببین. واشرای حرارتی برای بگو خدایا برای رگولاتور و ماسفتا به همراه این سیلیکون، پد سیلیکونی و USB های آبی و نارنجی رنگ. عجب چیز خفنیه. و همین. و اینم آخرش یه نگهدارنده. و این چیه اینجا؟ اینم فاکتور وسایل با مهر خود ECA که ببینیم اوکی نه. این همه وسیله الان تو اینا بود. من درخواست ویدیو چک دارم. اینم که این بادیات پوکیت. بیاید اینا رو باز کنیم ببینیم.
ماژول دی اف پلیر. به زودی آموزش کاملش هم براتون میذارم. پیچ داره اینجاش، بذارید تستی بزنیم واس کنیم ببینیم چیه. این بردشه، برد وای فای و میکرو. اینا هم پین هدراشن و بسته‌بندی و الیدیاش کوش. اینجا دوتا الیدی از توی نور میاد. آره اینم بردشه. تک کانال ریله رو ببینید. مثلا گیری کردن. آقا اینو من درست میکنم بعد، شما نگران نباشید. پیچ ها را به جای اولیه خود باز میگردانیم، به صاحبش باید داده شود. با مال مردم چیز کردن است این کار، پوز دادن و اوکی. اینم از این و همین. کل اینایی که میبینید 4 قلم به اصطلاح ناچیز 800,000 تومان شده. اینوری البته این رنگ بندی های خوشگلی که تماشا میکنید. حالا دیگه به هر حال گرفتیم حالشو ببریم. برو حالتو بکن اما مواظب باش اسراف نکن. همینا بود بچه‌ها، همینا بود. بزنید بریم بخش بعدی. این ویدیو هم به پایان خودش رسید. امیدوارم که این قطعاتی که دیدید ازشون خوشتون اومده باشه و اینکه براتون جالب باشه. امیدوارم که یه چیز جدید از این ویدیو یاد گرفته باشید یا براتون صرفاً یه جنبه فان باحال داشته باشه. به هر حال یادتون نره ما رو به رفیقاتون و اونایی که میدونید علاقه دارن به الکترونیک، آردینو، آلتیوم و از اینجور مسائل معرفی کنید، چرا که باعث رشد ما و خفن‌تر شدن پروژه هامون میشیم. راستی آخر همین هفته، یعنی ویدیویی که بعد از این ویدیو آپلود میکنم، یه ویدیو خفنه که حاج محمد با هم قراره بسازیم. البته من که نه برای حاج محمده، ولی یه چیز خیلی خفنه های ولتاژی قراره باش بسازیم، یعنی بسازه. پس یادتون نره ما رو دنبال کنید. سیو، لایک، شیر، سابسکرایب یادتون نره. اگر از اینستا میایید حتما به یوتیوبمون سر بزنید، چرا که بیشتر ویدیو اونجاست، یعنی همه ویدیو اونجاست و اینستاگرام و صرفا جهت تبلیغ یوتیوبه. اما اگر علاقه دارید که پشت صحنه کارامون رو ببینید از یوتیوبی، حتما به اینستاگرام هم سر بزنید. امیدوارم که همیشه صحیح و سالم باشید و با چنل پاور پروژکت همراه. بدون معطلی بریم یکی دیگه از ویدیوهای ما رو با هم ببینیم.